خیلی از افراد عکاسی رو به عنوان یه شغل ثابت قبول ندارن و همیشه این سوال از عکاسا پرسیده میشه که آیا واقعا درآمد عکاسی خوبه؟ میشه باهاش زندگی رو چرخوند؟ سلام، من فاطمه ابراهیمی هستم و امروز اینجام که راجع به کسب درآمد دلاری از حرفه عکاسی صحبت بکنم. پس با من همراه باشید. اگه به این دست از محتوا علاقه دارید ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید. ما قبلا 2 تا سایت خیلی خوب تو این زمینه بهتون معرفی کردیم. سایت 500px و شاتر استاک. پیشنهاد میکنم اگه اون ویدیوها رو ندیدین حتما بهشون یه سری بزنید. اما من امروز میخوام 3 تا سایت خیلی خوبه دیگه تو زمینه فروش عکس و ویدیو بهتون معرفی بکنم تا بتونید ازش کسب درآمد دلاری بکنید. اولین سایتی که میخوام بهتون معرفی بکنم سایت ادو استاک هستش که تا سال 2014 ما این سایت رو به نام فوتولیو میشناختیم. این سایت بعد از سایت شاتر استاک بزرگترین فوتوگرافی استاک ایجنسی دنیا هستش. این سایت تو سال 2015 رویالتی یا همون درصد کامیشن دادن به کانتریبیوتورهاشو از 23% به 33% افزایش داد که این باعث شد طرفدارای خیلی بیشتری پیدا بکنه. تو این چند وقت اخیرم رشد این سایت خیلی خوب بوده و ترافیک خیلی بالایی داره. همچنین درآمدتون رو از طریق سایت ادو استاک میتونید از 3 روش پیپل، اسکریل و پایونیر دریافت بکنید. دومین سایتی که میخوام بهتون معرفی بکنم سایت علمی هستش. این سایت 50% از فروش عکس رو به کانتریبیوتور میده که این 50% نسبت به خیلی از سایت‌های دیگه به طرز قابل توجهی بالاتره. یه نکته‌ای که راجع به سایت علمی وجود داره که تو خیلی از سایت‌ها مثل سایت شاتر استاک هم همین هستش، اینکه شما نمیتونید قیمت عکس‌ها و یا ویدیوهاتون رو خودتون تعیین بکنید و قیمت عکس‌ها و یا ویدیوها از طریق خود سایت مشخص میشه. همچنین اگه من بخوام این سایت رو با سایت شاتر استاک که بزرگترین فوتوگرافی استاک ایجنسی دنیا هستش مقایسه بکنم، شاید تو ماه اول درآمد شما از سایت علمی بیشتر باشه. اونم به خاطر اینه که قیمت عکس‌ها تو سایت علمی با قیمت بالاتری به فروش میرسه. ولی قطعاً طبق تجربه عکاسا این هستش که میگن که تو شاتر استاک تعداد فروش عکس شما بالاتره. پس طی مدت زمان طولانی‌تر درآمد شما از سایت شاتر استاک میتونه بیشتر باشه. همچنین تو سایت علمی شما از طریق 2 روش پیپل و اسکریل میتونید پولتون رو دریافت بکنید. یکی از استاک پلتفرم های دیگه تو زمینه فروش ویدیو پاند 5 هستش. البته این به این معنا نیستش که شما نمیتونید عکس، موزیک و یا هر موارد دیگه‌ای رو تو این سایت به فروش برسونید. ولی خب این سایت بیشتر به فروش ویدیو معروفه و بیشتر تو این زمینه فعالیت میکنه. یه نکته خیلی خوبی که راجع به این سایت وجود داره این که شما میتونید قیمت ویدیوهاتون رو خودتون مشخص بکنید و مثل سایت علمی یا سایت شاتر استاک از طریق خود سایت مشخص نمیشه. همچنین اگر شما کانتریبیوتور انحصاری این سایت باشید، یعنی چی؟ یعنی که ویدیوهاتون، عکساتون رو فقط تو این سایت منتشر بکنید، 60% از قیمت فروش عکس رو به خودتون اختصاص میدید و اگر انحصاری نباشید 40% رو میگیرید. تو پاند 5 هم از طریق 2 روش پیپل و پایونیر میتونید پولتون رو دریافت بکنید. خب ما تا اینجا 5 تا سایت خیلی خوب تو زمینه فروش عکس و ویدیو بهتون معرفی کردیم. 500px، شاتر استاک، ادو استاک، علمی و پاند 5. حالا بریم با همدیگه تو گوگل ترند این 5 تا رو با همدیگه بررسی بکنیم و ببینیم تو 1 سال اخیر چقدر ترافیک داشتن و چقدر رشد داشتن هر کدومشون و رشد کدومشون بیشتر بوده. خب همونطور که میبینید این گوگل ترند هستش و این 5 تا سایت رو اینجا میتونیم با همدیگه مقایسه بکنید. خب میبینید که سایت ادو استاک بالاترین ترافیک رو داشته. این برای 1 سال اخیر هستش. اگه بخوایم 5 سال اخیر رو مقایسه بکنیم باز هم میبینید سایت ادو استاک رشدش خیلی بیشتر بوده طی 5 سال اخیر. اول از همه تقریبا همشون توی یه سطحی بودن این 5 تا سایت، ولی خب سایت ادو استاک رشد خیلی خوبی داشته. 5 سال اخیر یعنی الان میشه سال 2016. دقیقاً از بعد سال 2015 که سایت ادو استاک رویالتیشو افزایش داد، رشدش هم میبینید به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده. در آخر میتونم بگم اکثر عکاسا اعتقاد دارن که درآمدشون از سایت شاتر استاک بیشتر بوده. البته با توجه به این سیاست‌های جدیدش بعید نیستش که مثل قبل محبوبیتش رو نداشته باشه و همونطور که تو ویدیو مربوط به شاتر استاک بهتون گفتم خیلی از کانتریبیوتورها دارن روی میارن به سایت‌های دیگه. اگه میخواین راجع به این سیاست‌های جدید بدونید پیشنهاد میکنم حتما کلیپ مربوط به شاتر استاک رو یه نگاهی بهش بندازید. اما همونطور که تو گوگل ترند دیدیم با توجه به اینکه سایت ادو استاک ترافیک خیلی بالایی داره و رشدش هم خیلی بیشتر نسبت به سایت‌های دیگه،
و همینطور رویالتیش هم افزایش داده، بعید نیستش که بیاد و بالاتر از شاترستاک تو فوتوگرافی ایجنسی دنیا قرار بگیره. اما من بهتون پیشنهاد میکنم اگه میخواین از حرفه عکاسی درآمد دلاری داشته باشید، علاوه بر اینکه تو همه این پلتفرم ها فعالیت بکنید و عکس‌ها و ویدیوهاتون رو تو این پلتفرم ها انتشار بدید، پیشنهاد میکنم که حتما در کنارش سایت خودتون هم داشته باشید. البته برای اینکه سایت خودتون رو داشته باشید نیاز نیست یه برنامه‌نویس خیلی بزرگی باشید یا مبلغ خیلی زیادی رو برای نوشتن سایتتون پرداخت بکنید. شما میتونید از خیلی از سایت‌هایی که وجود دارن استفاده بکنید، از تمپلیت‌های اونها استفاده بکنید و همچنین سایت خودتون رو درست بکنید که تو کلیپی که مربوط به رزومه هستش یه توضیح مختصری راجع به این سایت‌ها بهتون دادم. همچنین میتونید سایتاتون رو به چند زبان مختلف بنویسید تا بتونید ازش درآمد دلاری و یورویی و یا هر واحد پول دیگه‌ای رو داشته باشید. در ضمن اگه سایت خودتون هم داشته باشید دیگه نیاز نیست به کسی درصد بدید و میتونید قیمت عکس‌ها و یا ویدیوهاتون رو خودتون تعیین بکنید. حالا شما به ما بگین آیا تو این سایت‌ها فعالیت داشتید؟ تونستید ازش درآمد دلاری داشته باشید؟ ممنون میشم که نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. هر سوالی هم دارید میتونید برامون کامنت کنید. همچنین اگه به این دسته از محتوا علاقه دارید ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب بکنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید.